اول میایم از لحاظ روانشناسی برای طلاق یک تعریف می داشته باشیم و اثرش روی کودکان که در خانواده هستند میبینیم. طلاق از نظر روانشناسی یا زمانی که ما بررسی میکنیم طلاق از نظر یک پدر و مادر، از نظر یک زن و شوهر یک تصمیم است و از نظر جامعه یک عقد است، یک قرارداد است. یک خانم حداقل به 6 ساعت ارتباط نیاز داره از طرف همسر که صحبت شود، گوش گرفته شود و مشکلش، و حتی بعضا گفته میشه که زمانی که خانم مشکل خودم میگه، شوهر به جای که حل برش بگویه منطقی فقط گوش بکنه. ما حتی این ساعت را پیشنهاد نمیکنیم، حتی توقع نمیکنیم از این 6 ساعت. هیچ نکنین 6 ساعت وقت ندین، نیم ساعت وقت بدین، نیم ساعت، 30 دقیقه. حتی جان گاتمن و بعضی روانشناسان دیگه که در حوزه خانواده و ازدواج اینا زیاد کار میکنن، ما روانشناسا بهش زیاد اهمیت هم قائل هستیم و احترام میگذاریم و میپذیریمش و به تحقیقاتش اعتبار هم میبخشیم. اونا میگن که 20 دقیقه وقت. تصور کنید کودک نیمه شب با صدای بحث پدر و مادر از خواب بیدار میشه و یک هفته بعد یکی از آنها از خانه میره و جدا میشه. شاید یک تصمیم برای خانواده، برای والدین باشه، جدا شدن، از هم دور شدن یا طلاق گرفتن. اما برای کودک فروپاشی امن‌ترین فضای زندگیش است. طبق گزارش بین المللی سالانه میلیون ها کودک تجربه طلاق والدین را از سر میگذرانند. یعنی میلیون ها. و حتی گفته میشه که در بعضی از کشورها نصف از ازدواج ها به طلاق منجر میشه. و طبق یک ریسرچی که در مجله Journal of Child Psychology and Psychiatry به نشر رسیده بود، کودکانی که در خانواده طلاق گرفته هستند یا طلاق والدین تجربه میکنن تا 2 برابر بیشتر در معرض خطر گرفتن اضطراب، افسردگی و مشکلات روانی قرار دارند. بنابراین از این میفهمیم که طلاق تأثیرات بسیار بزرگ روی روان کودک میتونه داشته باشه. و در این پادکست، به ادامه پادکست والدین امروز، روی همین موضوع صحبت میکنیم، ای که طلاق روی کودک چی اثر داره و چطور میتونیم از طلاق تا بعد از طلاق مراحل کنترل بکنیم و روی از او صحبت بکنیم تا که تربیت کودک، روان کودک مدیریت شود و به طور درست یک کودک درست به جامعه تقدیم شود. و خوشبختانه استاد گرامی را با خود داریم. استاد خوش آمدید. سلامت باشید، بخیر باشید. تشکر. استاد، پیش از اینکه بحث شروع کنیم، من یک تحقیقی را خواندم. میگن که تأثیر سوء طلاق بعد از طلاق یعنی تأثیر بیشتر داره. درست؟ یعنی برای کودک همی اسم ماجرای طلاق اونقدر زیانآور نیست یا مهم نیست، اما بعد از اینکه در طلاق چی صورت، بعد از طلاق چی صورت میگیره، این بسیار مهم است. یعنی آیا تعارض می باشه، آیا فضای امن برای کودک است، یعنی کودک چطور مواظبت میشه. در یکی از ریسرچ ها ایره خوانده. بنابراین اول میایم از لحاظ روانشناسی برای طلاق یک تعریف می داشته باشیم و اثرش روی کودکان که در خانواده هستند میبینیم. بسیار زیاد تشکر. تفسیر بسیار زیبا و خوب داشتین. باید یادآور شم که طلاق از نظر روانشناسی یا زمانی که ما بررسی میکنیم طلاق از نظر یک پدر و مادر، از نظر یک زن و شوهر یک تصمیم است و از نظر جامعه یک عقد است، یک قرارداد است که میبندی یا خاتمه میبخشی و از نظر شرعی یک سنت است، یک حکم شرعی است. از نظر عرف یک تعریف است، یک
از نظر رواج و رسم و رواج یک ارتباط است، یک حریم است، یک باندری است، یک لیمیتیشن و یک آن قیودات و یک سلسله تعهدات و مسئولیت ها و حق و حقوق است که ارتباط میگیره بیشتر به مسائل شرعی. ولی از نظر یک کودک ای است، معنیش ای است که مرا کی میگیره بعد از ای و آیا در ای امر من چقدر ملامت هستم، من چقدر گناهکار هستم. و برای کودک آغاز یک ناامنی است، آغاز یک اینطور اجازه بتین بگویم که وقتی که یک زن و شوهر می و زندگی خود را نصف میکنه به اصطلاح، یا به اصطلاح زندگی خود نصف شو میبره و نصف شی میبره، کودک هم همونطور میشه، یعنی نصف میشه در بین. و در بسا موارد برش این مهم است که عشق چی مانا، مثلا ارتباط چی مانا، عواطف چی مانا. برای کودک طلاق شکستن یک خانواده است، برای کودک فرو رفتن یک زندگی است، ریختن یک اعتبار است، یک اعتماد است که جور کرده بود و ساخته بود و دیگه نیست. و ذات که در روان کودک و در ذهن کودک خطور میکنه و میگذره و او مواردی که ذهن کودک با او دست و پنجه نرم میکنه ای است که اضطراب است، ناامنی است، افت اعتماد به نفس است، ترک مکتب است و درس است، رو آوردن به جرایم است. شما تاثیراتش گفتین، اعتیاد است. معمولا گفته شده که افراد و اشخاص که پدر مادرش جدا میشه طلاق میگیره و به خصوص باز توجه آنچنانی هم مبذول نمیشه، اولادها به طلاق به اعتیاد رو میره و تحقیقات زیادی مبین ادعا است که گویا کودکان معتاد میشن. ما که تجربه داریم با کسانی که ما کار کردیم، اونا هم نتانستن. امروز که بزرگ است مثلا وقتی میبینیم که نمیتونه با زنش با شوهرش بسوزه و بسازه و آنچنانی که نیاز است از یک رابطه لذت ببره نمیبره، دلیلش چیست؟ که پدر و مادرش نتانسته بسازه. یعنی یک الگوی رفتاری شده، یک الگوی زندگی شده، یک الگوی برای ارتباط شده، یک اساسی برای ارتباط ساخته شده، یک شکل، یک ذهنیت، یک ناخودآگاه در ذهن حک شده که خب زندگی همونطور است، ناامن، بیقرار، آشفته، تیت و پاشان و زیاد باورمندی به خانواده و زندگی و زناشویی و عشق و محبت و همچنان موضوعات زیاد ثابت نیست. یعنی مثل ازی که عادت میکننده که پدر و مادر ما هم تو بود، البته خیلی کدام امر بسیار بزرگی نیست. در موارد رفتاری عادت میکنه که یعنی بعضی رفتارها رو مثلا خشم و پرخاشگری و جنگ و جدل و توهین و تحقیر و کنترل و سختگیری و اینا رو عادت میکنه. اما ناامنی را که جان بالبی میگه همیشه او را از جدایی پدر و مادر میاره، با خصوص اگر پدر و مادر نتانه آنچنانی که بعد از طلاق باید برای کودک رسیدگی کنه برسه. اینجاست که کودکی که پدر و مادرش هستم جدا میشه و طلاق میشه به شکل متاسفانه چی میشه؟ تأثیر میگذاره. ولی چیزی که به فرهنگ ما و به رسوم و شکل و محتوای زندگی افغانی ارتباط داره، در اینجا ما معمول طلاق زیاد نداریم خوشبختانه، ولی جدایی ها زیاد است. یعنی فاصله ها زیاد است، اما سپریت بودن، سپریشن زیاد است. یعنی این رقم زیاد است که مثلا به نامش زن است، به نام شوهر است، ولی حضور فیزیکی و عاطفیش نیست. بعضا مردان افغان تصور میکنه که خب استاد چی میخواه دیگه، خانه رو گرفتیم برش، نان داره، محترم برشان گرفتیم، او داره دیگه چی میخواه، در حالی که بالاتر از 50 فیصد و 60% حالت و روح زنی است که اینا رو هم بگیر
موترتم بگی، خانیتم بگی، نان و آبتم بگی، فقط وقت بده، محبت بده، عشق بورز. و این مهم است برای زن اصلا در خانواده و مسائل ارتباطی زندگی میکنه و برای مرد ارتباطات خانواده یک بخش است. یک مثلا میشه در 5-6 مورد یک مورد باشه، اما برای زن کل چیز است، عشقش، رابطهش، خانوادهش. و معمولا زنان ارتباطی مهندسی میشه از ذهنشان، اما برنامه‌ریزی مغزشان بیشتر ارتباطی است، خانوادگی است، اولاد، همسر، زندگی، عواطف، احساسات، مراسم، تجلیل ها، عید، برات، سالگرد، این چیزا برای در ذهنشان زیاد و اینا جز زندگی هستند. ولی برای مرد بیشتر قدرت و صلاحیت و صلابیت و تسلط و مدیریت و سیاست و شهرت و پول و اینا مهم است و در او مردانگی خود را چی کرده میتونه میبینه. بله اونجا است که مرد میشه بیشتر. و زنان وقتی زن خوب هستن به اصطلاح خودشان و در نگاه خودشان که اولاد خوب تربیت کنه، خانوادگی خوب داشته باشه، یک سلسله مراسم و اینا را خوب تجلیل کنه و اینا، اینجا است که مرد میگه خب چون نگاهش شو رقم است، خب میگه مشکل نیست 4 زن داشته باشم، 3 زن داشته باشم، به او هم موتر است، به او هم خانه است، به او هم نان است، به او هم او است و بالاخره خب چی میخوای دیگه. من میگن معمولا بر من مثلا میگن استاد خب چی میخوای دیگه، باز من بهشون میگم که چیزی که تو تصور میکنی این خواسته های یک مرد است، مرد ایره بیشتر میبینه. اینجا است که ما معمولا در افغانستان جدایی ها زیاد داریم، طلاق ها هم هست ولی جدایی ها بیشتر است. مثلا یا بعضا مهاجرت ها و مسافرت ها و اینا سبب شده که خانم اینجا است و شوهر به خارج است، مثلا به کشور همسایه است، کشور عربی است، کشور غربی است، اروپا است، اینجاست و سالها نیست. حتی مردهای هم هستن که زنان و مردانی هستند و خانواده است. میگه که من نظر میست، تصمیمی میست که استاد یک زن در افغانستان داشته باشیم، یک زن در اروپا. و مشکل چی داره؟ خب 6 ماه یک بار میم دیگه، چی مسئله است؟ نگاهشان ببینید، یعنی 6 ماه برای اینای بسیار یک چیز عادی و چی میشه، یک وقتی عادی است و 3 ماه بعد میم، 6 ماه بعد میم اونجا باشه. یا بعضا زن میگیرن که پدر و مادرش اینجا است افغانستان، برای همه برسن خدمت یارا بکنه و خودش در بیرون است و هر رقمی که خودش دوست داره اون رقم زندگی میکنه. این طلاق نیست خب، ولی زننده تر، آسیب بارتر از طلاق یک چیز است. و اگر در طور خانواده ها کودک به بار میایه و بزرگ میشه و قد میکشه و نمو میکنه و رشد میکنه، عین تأثیری را میگیره، عین وضعیت یا آسیبی را میپذیره که مثلا طلاق ها در جامعه دیگه میپذیره. بنان اگر بعضن که ما صحبت میکنیم روی طلاق و بحثای طلاق اینا، چون ما به اساس همین فرهنگ صحبت میکنیم و بعضن زیاد خوش میشه مردم که راست میگی استاد طلاق بسیار بد است. باز من میگم که خب طلاق که بد است، جدایی ها هم بد است، زن گرفتن های زیاد هم بد است که باز به کلش رسیدگی نمیتونی. درست است؟ تا چی خودت تو خویست، ادعای خودت است که مثلا به خودش میره عدالت دارم، ادعا میکنی که عدالت میکنم به همگی میرسم. خب و رسیدنای شما را ما دیدیم که چه رقم میرسن. و ای که جدا میشی، مثلا کشورهای عربی استی، کشورهای همسایه استی، کشورهای غربی اروپایی استی، سالها نیستی، ماها نیستی، این هم بدتر از طلاق است. این وضعیت را هم اولادا بسیار بد میبینه و بد آسیب میزنه. پس میشه طور گفت که آسیب ها در خانواده‌ای که بیرون از افغانستان است، افغانهای ما و افغانهایی که در داخل است، و یا خانواده چی است به اصطلاح نیمه نیمه است یا پارت است، جدا است، جدایی ده اینجا، جدایی بس طلاق هم ده، اینا هم میتونه عین تاثیر و آسیب رو متاسفانه بزنه. بدون شک به تایید صحبت‌های شما یک تحقیق دیگه را می‌خواندم. دقیق یادم نیست که در یک شبانه روز بود یا در یک هفته بود، یعنی یک خانم حداقل به 6 ساعت ارتباط نیاز داره از طرف همسر که صحبت شود، گوش گرفته شود و مشکلش. و حتی بعضا گفته میشه که زمانی که خانم مشکل خودم میگه، شوهر با جایزی که حل برش بگویه منطقی، فقط گوش بکنه، درست که و درکت میکنه و میفهم که سخت است. این ساعت رو که شما گفتین
این ایدئال است. یعنی ما حتی این ساعت را پیشنهاد نمیکنیم، حتی توقع نمیکنیم از این 6 ساعت. هیچ نکنین 6 ساعت وقت ندین، نیم ساعت وقت بدین، نیم ساعت، 30 دقیقه. حتی جان گاتمن و بعضی روانشناسان دیگه که در حوزه خانواده و ازدواج اینا زیاد کار میکنن، ما روانشناسا بهش زیاد اهمیت هم قائل هستیم و احترام میگذاریم و میپذیریمش و به تحقیقاتش اعتبار هم میبخشیم. اونا میگن که 20 دقیقه وقت ولی صحیح با کیفیت، نیم ساعت وقت بدی ولی صحیح و با کیفیت. بس اینجا است که در اون نیم ساعت یا 20 دقیقه فقط به اونا وقت بدی. حالا بعضی اوقات خانواده ما میگن که والا استاد ما همیشه وقت دادیم، شما چطوری گپ میزنید؟ ما همیشه چی رقم وقت دادی؟ خب یک ساعت حداقل چاشنان میخوریم با هم، نیم ساعت صبح شبم نان با هم. باز ما میگیم که وقتی در یک سفره میشینین و با هم نان میخورین، این وقت دادن نیست. نه به اولاد وقت دادن است نه به همسر. وقت دادن به این معنا که شما صرف به همسرتان وقت بدین، صرف به شوهرتان وقت بدین، صرف به اولادها وقت بدین. صرف در اون لحظه اگه شما غذا میخورین یا تلفن میبینین یا خبر میبینین، که ما وانا زیاد خبرم دوست داریم، نه بازو هم خبرای دیگه ممالک که چی میگذره در دنیا، اینا را که زیاد ما میبینیم، این وقت دادن نیست. این وقت دادن شما به غذا است، این وقت دادن شما به اونمو تلویزیون است و به اونمو خبرای این سر دنیا و اون سر دنیا است و بعد چی تان است، موبایلتون، گوشیتان. بنان او وقت دادن نیست، صرف وقت بدین برش بشین بگوین خب چی مسئله است بگو. و ای که شما گفتین که خانم‌ها زیاد اینم دوست نداره که برش حل بده. خانم‌ها چون ارتباط برشان مهم است، زندگی برشان مهم است، احترام برشان مهم است، وقت گذاشتن برش مهم است، عشق ورزیدن برشان مهم است و اینا را کلش در وقتی میبینه و حس میکنه و اشباع میشه و اشباع میتونه که گوش بگیری برش، وقت بتی برش. و ما مردا که هستیم معمولا به مراتب آسیب میبینیم، به مراتب صدمه میبینیم، به مراتب قربانی میتیم، ولی 30 دقیقه وقت مفت نمیتیم. یعنی 30 دقیقه وقت مفت نمیتیم، ولی حتی ما مردایی رو دیدیم که در $4,000 مثلا انگشتر الماس به همسرش میگیره و 30 دقیقه وقت نمیتیم. بارش میگم $4,000 چی نکو، مصرف نکو، یا آنچنان خانه بگی و موتر بگی و طلا را چی کو، مثل لباس برش طلا نخر، وقت بده. وقت به می خاطر هم است که خانواده مرفق هست معمولا، البته همه نه ولی معمول طوری بوده که یعنی ما که مراجعان داشتیم از خانواده مرفق و سرمایه‌دار اونا میگن که استاد همه چیز است به مراتب قشنگتر است، طلا به مثل لباس است، موتر است، همه چیز است، یخچال هم از همه چیز پر است. هر سال ما 6 ماه یک طور هم کشورهای خارجی هم سفر میریم، ولی استاد عشق نیست، وقت نیست، اهمیت نیست. حس نمی کنم که همسرم است، حس می کنم که فقط میایه و به اسلام و نیازش برآورده میکنه و یا مثلا بعضا مو بزنسش، کاربارش، یا مثلا بعضا حتی ننیش برای ذات مهم است، نظر به که خانواده چی است و زندگی چی است. اینا همه به مثل طلاق روی کودک و کودکان اثر میگذاره و این در فرهنگ ما بیشتر است. از این خاطر میگن که پول خوشبختی نمیاره، شاید یک علتشی هم باشه که همیشه خوشبختی و خوشی پول نیست بعض وقت. یعنی یک توجیه میتونیم داشته باشیم برای این مقوله هم. از اثر طلاق گفتیم روی کودکان، خود اعلان طلاق به کودک چطور باید شود؟ یعنی به کودک چطور فهمانده شود که چنین کار صورت خواهد گرفت؟ ما در یکی از برنامه‌ها اگه یاد شما باشه در یکی از پادکست‌ها صحبت کردیم، قسمت‌های اول پادکست ما، که اعلان طلاق یا اعلان جدایی برای کودک بسیار مهم است و باریکی‌ها و احتیاط‌های زیاد را نیاز دارد. مثلا زمانی که شما به کودک میگین که ما طلاق میشیم، جدا میشیم یا با هم نخواهد بودیم، این برای کودک آنچنانی که برای ما تصمیم است، برای کودک تصمیم نیست. برای کودکی است که ما تنها میشم، ما ترک میشم و یا مثلا پدر و مادر میرن، این رقم وانمود میکنن، یا ما چی گناه کردیم خیلی پدر و مادر ما به این تصمیم رسیدن، گناه ما چی بود؟
من فکر میکنم که این قسمت بسیار نیاز است که احتیاط شود و بعضا خانواده در فرهنگ ما در داخل افغانستان و بیرونم از افغانستانم معمولا به کودکان نمیگن که ما جدا میشیم. این یک سلسله کارا رو پیش میبرن باز میگن خب دیگه پدرت نمیه یا مثلا رو گنگ میمانه و این بیشتر اولادا رو مضطرب میسازه، بیشتر ناامنی ایجاد میکنه. بسیار خوب است که به اولادا گفته شود که ما مثل قبل برای شما پدر و مادر خواهد بودیم، به خصوص اگر دویشان بشینه و این اعلام بکنه که ما مثل قبل، مثل گذشته پدر و مادر شما خواهد بودیم، مثل گذشته عشق ما، محبت ما، حمایت ما، نثار شما خواهد بود و نقشه آینده را برش بکشم که نقشه آینده چی خواهد بود، امورا و مسیری که قرار است بعد از پیش بریم چی رقم خواهد بود، چند روز، چند ساعت، کدام امکانات شما، کدام امکانات ما به شما خواهد رسید، به چی رقم خواهد رسید، چند شب با ما خواهد بودی، چند شب با پدرت یا با مادرت. این نقشه راه اگر مشخص شود و باز تطبیق هم شود با او یعنی قاطعیت و جدیت اون نقشه عملی هم شود، اولادا آسیب نمیبینه. حتی دیده شده این تقام است که وقتی که پدر و مادر درست برخورد کرده، سالم برخورد کرده، مناسب نیاز برخورد کرده، سبب شده که بیشتر و خوبتر رشد کنه کودکان، بیشتر مستقل بار بیاید، بیشتر بتونه خودشان باشه بعد از طلاق حتی و پدر و مادرم زیاد آسیب ندیده. ولی اینجا بازم یک داستان افغانی و خانوادگی ما که شروع میشه، این است که ما متاسفانه اولین یا بگویم کمتر چیزی که ما میتونیم یا کمتر آسیبی که ما میزنیم کمتر، حتی ما تصور میکنیم که می دیگه زیاد آسیب نمیزنه، او بدگویی است. یعنی پدرت تور است، پدرت تور بود، پدرت تور کرد، پدرت تور کرد، یا مادرت تور بود، حتی توهینا و تهمت‌های تحقیرآمیز و رکیک. مثلا ما در جلسات وقتی با خانم‌ها یا مردها جلسه میگیریم، به من میگن که استاد آنچه که از ما گفته بر تو نمیتونم در جلسات بگم. او الفاظ و جملاتی که به کار برده، او بددهنیا و بدلفظی که کرده، او را حتی ما بر شما در جلسه نمیتونم بگم. ای که چی گفته دیگه یعنی شما تصور کنید که وقتی یک زن و مرد نتونه او مشکل خود یا او صحبتای را یا او الفاظ را که شوهرش یا زنش برش به کار برده او را به جلسه بیاره، از معلوم میشه که چقدر او زننده بوده. ای که یک بالغ با روانشناسش نمیتونه او را در بین بگذاره. حالا شما تصور کنید که او الفاظی که در بین پدر و مادر تبادله شده، او روی کودک چه اثر خواهد داشت؟ او مادر و پدر نزد او کودک دیگه چی اعتبار خواهد داشت؟ بارهای تور شده کودکان آمده پدر خود بغل کنه و برش گفته که پدر من از تو بد نمیبرم، یا مثلا من میفهمم که تو بد نیستی. پدر حیران مانده، هیچ میگه چرا میگی؟ یا مثلا آمده مادر رو بغل کرده که مادر من میفهمم که به مو اصلاحاتی که معمولا در خارج اینا you're right باز بهش گفته که خب چرا این گپ میزنی که من رایت هستم یا حق هستم؟ میگه خب من اینطور تصورات میکردم که مثلا شما یک زن بدکاره، بد اخلاق، رسپی و اینا، یا پدر میگه مثلا فکر میکردم تو یک آدم بد اخلاق، جنگره، خشن، شرابی، فلانی، بیسمدانی و او پر شده بود نی؟ از طرف توسط مادر و از طرف هم توسط پدر پر شده بود. و حالا برش میگه که مثلا میبینه که عملا میبینه که مادرم خودتون نیست، عملا میبینه شبها و روزا که شسته اونجا پدرم میبینه که اینطور نیست و یا هم شاید باشه او به در حال شاید باشه او واقعا هم کار شرابی خود شرابخوری خود داشته و بدکاری خود داشته، یادم هم بدکاری خود داشته، ولی این پدر و مادر باید بفهمه که برای اولاد او پدر است و برای اولاد او مادر است، حتی اگر شرابی هم است، حتی در بعضی از قوانین در اروپا و کشور غربی میبینن روانشناسا که مثلا اینمی آدم مریض است پدر و میتونه به اولاد آسیب بزنه، حتی مثلا پدوفیل است، مثلا آسیب
به کودکان تجاوز میکنه، یا مثلا معتاد است، یا مثلا شاید بکشش. مادر میبینه که مریض است، بیمار است، که صدمه میتونه به اولاد بزنه، ولی بازم روانشناسا میگه که اینا پدرش است، همین بد پدرش است، این بد مادرش است. بگذارین که او روابط خود در یک زیر نظر، زیر نظارت و کنترل که پدر خود و که مادر خود داشته باشه. مثل همی است که مثلا در زندان میبرن، نه؟ مثلا طفلاک در زندان که مادرایشان زندگی میکنه در زندان زندگی میکنه کچان و بگذارن. یعنی هیچ کس حق گرفتن پدر کس را و مادر کس را از کودک نداره. محکمه، دین، روانشناسی هیچ چیز نمیگذاره که پدر از اولاد دور شود، ولی این مادر و او پدر تلاش میکنه که او پدر و کودکار از او پدر و کودکار از او مادر دور کنه و اینجا دور خونه میشه بلکه بیشتر آسیب میزنه و بعضا کودکان چون آسیب میبینن کودکان هم سوء استفاده میکنن. این طرف که میگه مادر تو بسیار خوب هستی، پدر بسیار بد است. اون طرف میره پدر میگه پدر تو بسیار خوب هستی، مادر بسیار بد است. اون جزوی استفاده میکنه، از جزئی استفاده میکنه. اولادا هم دیگه مانور میره. حتی امکان داره استاد که اگر کودک به پای ببره که مادرم راست نمیگه، درست نمیگه، خود مادرم یعنی به اصطلاح عام بگویم دلش سیاه میشه از پیشش، یعنی که مادرم دروغگوی است. همین جاست که ما میگیم که مفهوم عشق، مفهوم زناشویی، مفهوم خانواده شکل دادن، مفهوم ازدواج، مفهوم نکاح و امثال موارد پیش کودک دیگه ناچار میشه. به اصطلاح عام که نو میکشهش، میگه من نمیخوام ازدواج کنم. ازدواج چیه؟ زن چیه؟ عشق چیه؟ محبت چیه؟ خانواده چیه؟ مهم نیست و بیشتر به ابتذال میره، بیشتر به بدراهی میره و بدکارگی میره و متاسفانه زندگی خود پیش میبره و آسیب میبینه. یک پهلوی موضوع را روی بحث گرفتیم استاد که زمانی که جدا میشن میگن که عشق ما، محبت ما همراه خودت به کودک میگن، به مطور میباشه. در این زمان بعد از جدا شدن بر کودک چطور فهمانده شود که ارتباط ما دوتا چطور خواد باشه؟ این هم یک پهلویش است. سوال بسیار خوب است. بس که روانشناسا اینجا دارن این است که بعضا در دنیای بیرون از افغانستان، بعضا در داخل افغانستان میگن که استاد ما دیگه خانم شوهر نیستیم ولی در یک خانه زندگی میکنیم. در حتی بعضا میگه که دو اتاق موجود است ولی در یک خانه زندگی میکنیم. من فکر میکنم که از نظر عرف و از نظر شریعت درست نیست که زنی که طلاق گرفته، شوهر که طلاق داده، بازم به خاطر اولادا در یک خانه زندگی کنه. و دو دنیای غرب هم که میگن که ما خب درست است که ما طلاق گرفتیم، ما بعد از این دوست هستیم، رفیق هستیم و بازم در اون پارچه و چکرها و ساتیره خود است. ما کیسایی هم داشتیم که خانم با یک اولاد، دو اولاد یا 3 اولاد طلاق گرفته و ازدواج کرده دوباره و اولاد بعضا پیش پدرش، بعضا پیش ای زن یا ای مادر است و این زن حال ازدواج دیگه هم کرده. بارهای طور شده که اونمو پدر میه و اینمی زن با اونمو اولادای قبلیش به اصطلاح یک برنامه تنظیم میکنن، به یک هفته 2 هفته میرن به یک شهر دیگه، به یک جای دیگه، به یک کشور دیگه و چکرهای خود میزنن و ساتیره خود میکنن و معمولا در یک اتاق 2 اتاق هم میباشن و این شوهر اینجا بسیار حالت خراب و وضعیت بد و شاک و اینا. یا اینجا مثلا زن است شوهرش با زن قبلیش که اولادش میره به یک سفر و یک چکر. اولادای ما چیستیم سیست دشمنی خو نمیتونیم مثل افغان ها دیگه. درست است مثل افغان ها دشمنی هم نکنین ولی مثل خارجا دیگه او رقم هم نه او رقمش هم سینه. نه این به این خاطر نمیگم که ما افغان هستیم، خب فرهنگی نمیاندیش، میدید علمی درست نیست. یعنی از نظر روانشناسی این ذات میتونه آسیب بزنه، صدمه بزنه، هم به این زن یا شوهر، هم به او زن و شوهر، هم به اولادا، هم به او پدر و مادر و بعضا حتی چی هم میشه، وسوسه هم ایجاد میشه. وایس عزیز مثلا می خانم و می شوهری که حال رفته به 2 هفته به یک چکر در بین خود میگم ما جدا نشدیم، ما اشتباه نکردیم و چون او فکر است نه، او بعد از طلاق اگر کدام رسیدگی ها به هم دیگه میشه او فکر است، واقعی نیست. چون حالا خب دیگه یک حریم ایجاد شده، نه یک بانجی، یک سرحد و حد و مرز ایجاد شده. بعد از این حد و مرز دیگه ما نباید وقدر صمیمی و عاطفی و عاشقانه و دوستانه پیش بریم و درست هم نیست، از نظر شریع خب بخیر درست نیست. بنان نه دوستی تنگاتنگ
و نه او دشمنیایی که بعد از اینکه طلاق میشه و دشمنی شروع میشه. در افغانستان معمولا وقتی بس طلاق میاد دشمنی اتومات کت شست در چیش پالیش شتبنی به اصطلاح. حتی خانواده ها بله خانواده ها قوم ها مرده و زنده میسوکلن. اینی شکل هم درست نیست. ولی برای ارتباط نرمال رابطه‌ای که نرمال با یک انسان داره، مثلا یک انسان با یک انسان دیگه، یک زن و مرد با یک انسان و یک زن و مرد که نرمال رابطه است، یک حد و حدودش داره و اولاد رو تسلیم میکنه یا تسلیم میگیره. بسیار خوب است که در بیرون بگیره، مثلا در دروازه بگیره، در کوچه بگیره، در موتر تسلیم شه اولاد داره. و اولادا بعضن که کمی میتونه که مثلا بزرگ شه خودشان این کارو بکنه، مثلا پدر بگه شما دیگه پدکت منو ببین، من خودم میرم خانه مادرم، یا مثلا من خودم میرم خانه پدرم. و این در صورتی که مثلا حضانت بر دو گرفته میشه، مثلا پدرم مادرم. ولی اگر بعضن در افغانستان طوری است که حضانت یک طرف میگیره پسر خلاص میکنه، که هم این درست نیست. یعنی مادر بعد از طلاق در افغانستان مکمل از اولاد خود که قبلا داشت از همسر قبلی یا فوت کرده یا جدا شده چی بود، او دیگه حقش مکمل سلب میشه در فرهنگ افغانی. و این درست نیست، شرعی هم نیست، علمی هم نیست. درست از از لحاظ چی نمیکنم، معنا و مفهوم نمیده، مخصوصا که ازدواج کنه. بله حتی مثلا و این چی شده، حتی اولادام در یک مرحله رسیده که تو از اونجا از اون خانه‌های قپور شده که حالی که مادر کدام جای گیر کنه در فرقش میزنه که تو چرا در وقتش ما رلا کردی. مثلا او خانواده طور بد و بیراهه و تعریف و تمجید کرده که ولی اولادا میگه خب باش ما یک دفعه کلان شیم. و ما دیدیم وقتی که کلان هم شده مثلا کشت مادر خودم، کشت پدر خودم، آسیب زده خودم، متاسفانه. و اینا درست نیست. اینا باید بازسازی شوه، رویش کار شوه. ما در یک جامعه انسانی بالاخره از نظر شریعت بالاخره باید یک مرحله میرسیم که نمیتونیم زندگی کنیم. در صدر اسلام و بالاخره تا به امروز ما جدایی ها و طلاق های زیاد داشتیم، اما قرار بر این نیست که باز دشمنی شو و پدرکشی شو و آسیب زده شو و اولادا به خصوص محروم شو از بعضی چیزا. شما خود درست است از اون مادر بد گفتین اما خبر ندارین که اولادا با وجود اون همه بازم مادر خود میخواد. کی چرا تو میکنن استاد؟ خود حق با جانب میخواین ثابت کنن یا علتش آسیب میخواد بزنه به طرف مقابل یا عقده که داره از اون میخواد؟ بله، اما طرف مقابل میخواد برش آسیب برسانه و یک صدمه بزنه و زجرش بده، اشکنجهش کنه که این اولادای تو حالا از بیونی از پیش. یا ما شما خالی که رفتین یا جدا شدین یا این و آن، ما با روز باز سری اولادات رو یک کار خواد کردم. این قسمت موضوع است. متاسفم. جان سپاس، موضوع بسیار مهمی بود که اشاره کردین استاد. در یک نقطه اگه بگویم استاد، خود جدایی یا طلاق زیاد آسیب زننده است یا نحوه مدیریتش بعد از آن؟ نحوه برخورد مدیریتش اصلا در اینجا برای کودک مهم نیست که طلاق چیست. ما در آغازم گفتیم، شما هم در تفسیرتان گفتیم، طلاق خودش معنا نداره برای طفلک، برای کودک یا کودکان. این مهم است که بعد از این ما کتکی خواد بودم، بعد از این به ما چی توجه خواهد شد. این خیلی مهم است. ولی اگر رسیدگی خوب، رسیدگی درست، رسیدگی سالم، بدون بدگویی ها، بدون رفتارهای بد، بدون توهین، بدون سوء استفاده از کودک، بدون وسیله قرار دادن کودک، بدون اینکه کودک وسیله چغولیگری و شیطانکا و اینا بسازنی، خبره ببر خبره بیارنی، بدون این ما میتونیم کودکان رو مسئول بسازیم. هیچ حتی ما گفتم که تحقیق نشان داده که حتی بعضا مفیدتر و مؤثرتر هم بوده. یعنی حتی صدمه که نزده، نشده، نرسیده برای کودک، مفید هم بوده برش. بدون شک. یعنی مدیریت بعد از آن مهمتر از خود تاثیرش زیادتر است. شاید استاد کودکی که پدر و مادرش طلاق گرفته، شاید هم بگه که یا هم خود ماجرای طلاق برش عادی باشه، یعنی سوال خودم است، میتونه عادی باشه برای پدر و مادر، برای کودک، یعنی زمانی که بزرگ شود، یا ایره بگه که من هیچ وقت مثل پدر و مادرم نمیشم یا جدا شده، من که هر حالت بیاید مثلا اولاد خود این حالت نمیارم. کدام یکیش زیادتر امکان؟ این قضیه در جلسات ما بوده. مثلا ما برشون میگم که ببین خواهر عزیزم یا مثلا برادر، زندگی شما رو که ما میبینیم اصلا جور شدنی نیست. ما که میبینیم اصلا جور شدنی نیست. و این اینجا است که طلاق دی مسئله و دی مرحله چی میشه؟ حلال شده یا به اصطلاح حکم شده که شما باید جدا شوید. اینمی جدا بوده، یعنی اینمی وضعیت دیده
دین گفته که خب بعد از این دیگه جدا شوید. یعنی اینجا بوده، یعنی می قضایا را دیده تیر شده و شما هم در عین قضیه و در عین مسئله و در عین حد رسیدین. با من میگه که استاد من قبول دارم یکی به من دین حق داده و یکی شما به من توصیه میکنین تجربه تان یا مسلکتان علمتان، اما ما استاد یک خاطری بد دارم. زمانی که مادر ما جدا شد، بازی تر شد، دخترای تر شد، بچهای تر شد، زمانی که پدر مادر ما را ترک کرد، ما که مادر ماندیم، پدر ماندیم، پدر از مادر بسیار بد میگفت و بازن دیگه آمد، باز مادر اندر شد و ظلم بود و اینا که یاد میه و صحنه ها که یاد میه و جدایی ها که یاد میه. من اصلا آماده نیستم به اون صحنه برسم. یا تا کودکای ما به او دقیق. سرنوشت و بعضا نتونم شده که چون امی موضوعات خشونت و رفتار و اینا الگویی است. خب یعنی بعضا الگو میگیره. شاید براتون جالب باشه، ما مراجعانی هم داشتیم که مثلا مادرش که در زمانی از پدرش جدا شده، امروز که 3 دخترش ازدواج کرده، 2 بچهش ازدواج کرده، اما 3 دخترش هم جدا شده و 2 بچهش هم جدا شده. یعنی اینجا الگوی رفتاری خیلی مهم است که ما باید متوجهش باشیم که یعنی بعضا اگر بعد از طلاق مواظبت از کودک نشوه، رسیدگی به رابطه نشوه و درس و عبرت از گذشته گرفته نشوه، این میتونه برای اولادای ما به بلند مدت یک آسیب دائمی بزنه. و ایره من نمیگم که چرا اونا جدا شدن، ایره من نمیگم. بعضا ما دیدیم که بعد از طلاق یک زندگی بسیار قشنگ شده. یعنی امو ویندایر یکی از روانشناسا هست، او میگه در یک مرحله که زمانی که بچه ما جدا شد از زنانش، ما و مادرش گفت زیاد خجالت بودیم که مثلا تاپترین زبردستترین روانشناس، مادرش هم که یک نویسنده اروپا، ادبیات اروپا را بررسی و تحقیق میکنه، یک کتاب ها نوشته. من یادم که بسته یک مسیر در روانشناسی، هستیگرایی در روانشناسی باز کردم و اینا. این 90 سال 80 سال 90 سال تجربه و کار، این هزاران روانشناس به جامعه تقدیم کردن، بارها میدال ها و ایوارد ها و اینا رو گرفتن، ده ها کتاب نوشته کردن که دنیا را لرزه داده. بعد بچیم از زنش جدا میشه، دیگیش از زنش جدا میشه. ما بسیار خجالت کشیدیم، یعنی هم خوشایند نبود بر ما. حالا چرا نشد؟ ما چرا اینطور یک بچه تربیت کرده بودیم که جور نشد؟ میگه در اوایل هم طور بود، یک حس بود، ولی بعدا متوجه شدیم که نمی بچه ما با زن دیگیش بسیار خوب زندگی ساخت، بسیار خوش بود، بسیار لذت برد. یعنی قرار می نیست که حالا یک دفعه ازدواج کردیم به خاطر پدر و مادر ما که جدا شده، یا به خاطر فرهنگ، یا به خاطر شرم، یا به خاطر قوم. مثلا میگه در قوم ما طلاق نیست. ما بس در بس موارد شدیم دیدیم که مراجعان به من میگه در قوم ما طلاق نیست، ولی کارایی میکنه اونا که حیران بمانی. باز ما برشان در شوخی میگم که در قوم تانی بس در قوم تانی کار بود. یعنی من نظرم است که اگر تصوری است که من هم شاید مثل پدرم مثل مادرم بدبخت شدم، اولادای من هم شاید مثل ما که روز پدر و مادر ما جدا شد ما بدبخت شدیم، این حتمی نیست. یعنی این به این معنا نیست که شما یک زندگی رقتباره، یک زندگی پر از جنگ و جدل و خشونت، یک زندگی را نه دیگه، یک زجر را تحمل کنین که من مثل پدرم نشم، من مثل مادرم نشم. شما اگر تدابیر خوب داشته باشین، از عقل و منطق استفاده بکنین، مشاوره بگیرین، دقیق بررسی بکنین که این طلاق شما درست است یا نیست. بعدن اگر درست بود و توصیه ها شد از طرف خانواده هایتان، از طرف روانشناس، از طرف بزرگان، همه به این نتیجه رسید، حتی محکمه به این نتیجه رسید که شما دیگه جور نمین، قاضی حتی شما خواست که دیگه برین بیادر جدا شین، او دوجه است که باز ما نباید دو خاطرات در نظر بگیریم، بریم با سالم، با آگاهی و منطقی، بریم با روانشناس خود، بخصوص روانشناس که در بحث ازدواج و خانواده تجربه داره، بریم که شکار کنیم و از بدبختی بیرون شیم. و شاید هم پدر و مادر علت داشته دیگه، تو نبوده که به علت جدا شده. هر کس علت داره. مثلا امی 3 خواهرم که مثلا مثال میتونم، مثلا 3 خواهری که از یک خاطری بد امروز آمد زندگی خود نتونسته بسازه و جدا شدم، هر کدام جدایی خود داشته. یعنی تو هم نبوده که این 3 دختر هر 3 ملامت بوده به خاطر خاطرات پدر مادرش.
یا سیست یک الگوی گرفته ولی طرف مقابلش هم معلوم نیست که مثلا او چی وضعیت داشته، او چی حالت داشته، او در چی رقم خانواده بزرگ شده. پس این موضوعات نقش داره. چیزی که ذات اینجا مهم است که ما بعض موضوعات را هوایی پیش بینی نکنیم. به دقت به بزرگان، به روانشناس، به خانواده اینا گوش بگیریم. البته اگر افراد و اشخاص امین باشه، البته یه طور نه که مثلا خانواده هم خوب میفهمه که دختر من یا بچه ما بدبخت است و از زندگی اصلا زندگی هم جور نمیشه، ولی بازم تلاش میکنه که چی کنه، به اصطلاح سازش کنه. ما یک چیز داریم وایس عزیز به نام سازش، یک داریم به نام سازگاری. سازگاری که از بیشتر جنبه مثبت داره، یعنی شما با یک وضعیت سازگار میشین، کنار میین، توافق میکنین ولی اون وضعیت را به مو رقم میپذیرین، کنار میین که زیاد مشکل جور نمیکنین. یکی هم سازش است. سازش به این معنی که یک چیز بد است، یک چیز زشت است، یک چیز ناگوار است، شما میرین که تو چیز ناگوار و نادرست خود مجبوری هم نه که خود شما بخش از اون سیستم میشین. یعنی خودتان مثلا در یک جای دوزی میبینین، رشوه میبینین، به وجهی که به اصطلاح بگوین که شما که خورده میرین خدا جزای شما رو بده ولی من نمیخورم. ولی اینجا که شما هستین و اونا رشوه میخوره و شما هم که بعضا دیگان امضا چی میکنین، کمک میکنین، این رو میگه سازش. بعضا در جدایی ها و زندگی ها هم طوری است که ما سازش میکنیم و به اولاد ها آسیب میزنیم. بدون شک. استاد جان، در جوامعی که طلاق بسیار بد پنداشتن میشه، درست است؟ مثل افغانستان طلاق، مثلا اگر یک کودک یک جای ببینن بچه طلاقی است، مادر از طلاق گرفته، پدرش طلاق گرفته، در اینجا نقش جامعه و مدرسه و مکتب و حتی پانتون چی بوده میتونه؟ مثلا خب اگر بزرگ شوه میتونه که خود کنترل بکنه یا اثرش کمتر باشه، ولی کودکی که خردسال است و شاید باعث تنامیز برش گفته شود که بچه طلاقی است یا فلان یا بسم در این صورت مسئولیت ما چی است و امثال هم؟ من فکر میکنم که دی قسمت مدرسه، مکتب، جامعه، مسجد، خانواده، حتی بزرگان مثلا عمه، کاکا، اینا، همسایه ها، اینا همه نقش داره که به خاطر جلوگیری آسیب به یک کودک و به خاطر دلسوزی و همدلی با یک کودک هیچ وقت او را خجالت زده نکنه. هیچ وقت به او از پدری که جدا شده، مادری که رفته، طلاق گرفته، طلاق داده، با او از الفاظ و کلمات یادآوری نشه. برعکس هم از جامعه، هم از مدرسه، هم از مکتب خواهش میسته که به اونا فضای امن، فضای احترام و فضای ایجاد کنه که در اونجا این کودک‌ها بسیار راحت اون بعضی از محرومیت‌هایی که از پدر یا مادر گرفته رو اونجا ببرن و با استادش، با در مدرسه، با معلمش در مکتب، با کسی که در جامعه است، مثلا در یک دفتر است، در یک جای است، یا یک یتیمخانه است، مثلا روزنتون است، هر جای کسی اونجا حداقل جبران کنه از چیزا. ما ایرم تجربه داشتیم که دختران و پسرهای زیادی پیش ما آمد، بزرگ است، بالغ است امروز، و ما گفتن که از روزی که پدرم جدا شد یا مادرم فوت کرد یا طلاق داد، طلاق گرفت، جدا شد، فلان شد، بسم شد، ما یکی از استادایم بسیار کمک کرد. یکی از معلمان ما در مکتب، یکی از معلمان ما در مدرسه بسیار کتم خوب بود و ما استاد اصلا نبود پدر و مادر درک یا به اصطلاح احساس نکردم. و اینجاست که مدرسه، مکتب، مسجد، خانه، جامعه، همسایه، همسالان، حتی معلمین، روانشناسایی که برشان جلسه میگیره، اینا به دادشان میرسه و اینا کمکش میکنن. پس میتونیم بگویم که بازم میگم، من در کل دی پادکست ها بار تکرار میکنم، بازم میگم که کودک مسئولیت کلگی است. یعنی ما اینطور نمیگیم که بچه فلانی است، دختر فلانی است، خودش به دنیا آورد، حالا خودش مسئولیتش برداره. صحیح؟ کودک در جامعه آمد، در سرک آمد، در مکتب آمد، در مدرسه آمد، در هر جایی که کودک بود، کل جامعه مسئول است. هر کس مسئول است. موتوران مسئول است، دکاندار مسئول است، مولا مسئول است، معلم مسئول است، خانواده مسئول است. همگی ما مسئول هستیم. دکتری که پیش به تداوی میره مسئول است، روانشناس مسئول است، حتی رسانه ها مسئول است که کودک مسئول نگاه کنه. اگر این جامعه، این معلم و همه اقشار و
اکناف و صنفایی که در جامعه است متوجه کودک نشد و کودک ماند به حال خودش، باز اینمی کودک فردا به اینمی اقشار به همیش، به معلمم، به دکترم، به دکاندارم، به موتروانم، به همگی یک بلای جان میشه. یا مجرم میشه، یا معتاد میشه، یا چاقو میکشه، یا جرم میکنه، یا جنایت میکنه، یا امثال موضوعات. و معمولا زندان ها از اینمی رقم آدم‌ها پر است. وقتی شما بررسی کنین میبینین که یک کودک توسط مادرش محبت نشده، توسط پدرش حمایت خوب نشده و امروز در یک بدبختی است. جهان سپاس استاد عزیز. یک جنبندی در یک نکته بکنیم. خانواده‌ای که طلاق گرفتن همراه کودک چی باید بکنن تا آسیب بیشتر نزنن، حتی شخصیت خوب هم به بار بیاد؟ من میگم که قرار نیست که یک زن و شوهر وقتی که ازدواج کرد یا نامزد شد حتی کل عمر با مشکلات با هم زندگی کنند. بله. اینا حق دارن که خودشان در مورد زندگی خودشان تصمیم بگیرن. چیزی که ازشان خواهش میشه و مسئولیت میشه و دست جامعه به گردن و گریبانشان میره در اینجا است که شما که حالا جدا میشین یا مشترک با هم ادامه میدین. این مهم نیست به ما جامعه چیکار کنه، شما چی میکنید، شما میفهمین زندگیتان. اما اگر نسبت به کودک غفلت میکنید، نسبت به کودک ظلم میکنین، بدگویی میکنین، شیطنت میکنین، جنگ مندازین، آسیب میزنین به کودک، اینجاست که باز جامعه میتونه از شما سوال کنه، دولت میتونه از شما سوال کنه، مردم میتونه از شما سوال کنه که این قدری که با هم نتونستین بسازین یا شما هر تصمیمی که نسبت به زندگیتان داشتین و کار خودتان بود ولی اولاد چرا آسیب زدین، چرا سر نزدین. اینجا ما سوال میتونیم، اینجا ما میتونیم از شما و اینجا مثلا جامعه میتونه گریبان این خانواده رو بگیره. بنان خواهش شما است که به هر حال تصمیم خودشان به خودشان ارتباط میگیره، اما در قسمت اولاد، در قسمت کودک باید مسئولانه و با تمام وجود بپذیرن که اولاد مسئولیتشان است و در قبالش امور رقمی که نیاز است و توصیه است و ضرورت است باید مسئولیت. جهان سپاس استاد. حضور شما نعمت است و افتخار. قربان خیر باشید. بیننده عزیز، در پادکست امروز راجع به این صحبت کردیم که کودکی که در خانواده طلاق گرفته است چطور باید تربیت شود، بعد از طلاق کدام راهکارهایی است تا آسیب بیشتری به کودک زده نشد. یک موضوع مهم دیگه که متوجه هستیم در اواخر مهاجرت ها یا هم بگویم در کل مهاجرت ها بسیار زیاد شده و روی والدین تأثیر خود داره، اما گاهی احساس کردین که روی کودکان تأثیر مهاجرت چی باشه؟ آیا مهاجرت ها به کشورهای دیگه که فرهنگ مختلف دارن، عنعنات مختلف دارن، رویه و روش مختلف دارن، آیا برای کودک آسان است سازگاری؟ آیا تربیهش، آیا تحصیلش و روانش چطور روی روانش تاثیر میگذاره؟ چطور روانش با وجود میاد؟ روی از این موضوع انشاءالله در پادکست بعدی صحبت میکنیم. تا این دم با ما بودین. جان سپاس، وقت خوش، الله حافظ.